برنامه وقتی میرید برای مصاحبه ازتون میپرسید که آخرین رابطتون کی بود، چرا تموم شد، چی شد، به مشکل خوردید، الان میخوای یه رابطه رو شروع کنی، چی میخوای تو رابطه، چه دختری جذبت میکنه، چه دختری رو دوست نداری و همه اینا رو راجبت میپرسه و میدونه و در میاره. پس اینو به خوبی میدونه که من سیاوش گی نیستم، که اگه من سیاوش گی بودم اینو با افتخار اعلام میکردم. بازم اگه من گی بودم تو این برنامه شرکت نمیکردم. باز میگیم آقا تو گی بودی، تو این برنامه هم شرکت کردی، خب و من میترسم از اینکه اینو بخوام بیان بکنم به شما که من گی ام دیگه. خب پس من یه رابطه فیک تشکیل میدادم، همون جوری که تو برنامه 1001 موقعیت داشتم برای اینکه همچین چیزی نمایان نشه. اگه من سیاوش گی بودم و میترسیدم اینو بیان کنم، نمیومدم دامم بپوشم تو برنامه. اگه من سیاوش گی بودم و میترسیدم اینو بیان کنم، عکسام اون عکسی که شما دارید شیرش میکنید که روش میزنید سیاوش گی سیاوش گی سیاوش گی رو آرشیو میکردم. یعنی مثلا من نمیفهمم